من روزی دختری بودم پر از مهر و ساده دل و بی‌دفاع. فکر میکردم اگر به همه خوبی کنم دنیا هم به من لبخند میزند، اما نفهمیدم که بعضی از آدما خوبی را نه هدیه بلکه فرصتی برای شکستن میبینند. هر لبخندی که بخشیدم زخمی گرفتم، هر بار که دل دادم سنگی بر قلبم نشست. کم کم یاد گرفتم دستم را عقب بکشم، مهربانیم را پنهان کنم و دردی که کشیدم به زرهی دور قلبم تبدیل شد. دیگر آن دختر بی‌پناه نبودم، شدم چیزی شبیه هیولا در چشم دیگران، کسی که سخت است، تند است و نمیگذارد آسان نزدیکش شوم. اما حقیقت این است هیولاهایی که میبینی تنها زخمی است که راه دفاع را یاد گرفته. پشت این چهره هنوز هم همان قلب مهربان میتپد، فقط جرأت نکرده دوباره بی‌پروا بدرخشد. اگر بخواهیم نصیحتی بگوییم این است: مهربان بمانید اما بی‌مرز نه. عشق بدهید اما نه اونقدر که خودتان را از دست بدهید. کسی که شما را واقعا دوست داشته باشه هرگز از مهربانیتان سوء استفاده نمی‌کند.